جناب رئیس جمهور، خیلی تشکر از اینکه در آخرین روز کمپاین های انتخاباتی به رادیو آزادی فرصت دادین که خدمت شما بیم. نخستین سوال من است که 2 روز مانده تا انتخابات، چرا مردم به شما رای بدن بار دیگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول از شما و از تمام شنونده‌های آزادی تشکر میکنم که فرصت دادین. چرا؟ از جهتی که ما آزموده هستیم، برنامه دارم، تیم دارم، ظرفیت دارم و قوت اجرایی. و دوم، دیروز 78مین سفرم به ولایت افغانستان بود. برنامه ما افغانستان شمول است، شهروند محور است، سر جمهوریت ایستاده است و ارزش‌های والای قانون اساسی را مقابل معامله نمیده. برای صلح برنامه واضحی داریم، برای پیشرفت اقتصادی افغانستان، برای امنیت افغانستان. تمام ابعاد، یک نقطه افغانستان نیست که ما او را جز قلبم نداریم. زنا از حاشیه آمدن به متن، جوانا از حاشیه آمدن به متن. هویت ملی ما از زبان دری باعث افغانستان باعث گهواری زبان دری گرفته تا تمام زبانهای ما پروسه واضح دولت سازی، تحکیم وحدت ملی، اقتصاد متحرک، مناسبات منطقوی و جهانی و صلح را در برنامه خود داریم و امید است که مردم افغانستان اعتماد کنند و صلاحیت بدن تا بتونیم برشان حساب بدیم. بسیار خوب. برمیگردیم به انتخابات گذشته و وعده هایی که شما بر مردم افغانستان داده بودین. فکر میکنم در 3 محور اصلی، رشد اقتصاد، آوردن صلح و مبارزه با فساد و زورگویی، حرفای اصلی شما 5 سال پیش بود، وعده هایی که دادین. شروع میکنیم از بحث تامین صلح. جناب رئیس جمهور، در جریان حکومت شما به قول خودتان 45,000 انسان کشته شد و بعض آمار دیگه تا 75,000 انسان میگن کشته شد. این آمار تقریبا بیشتر از چیزی که دامش در دهه 70 و جنگ‌های داخلی کشته شدن. در 5 سال حکومت شما صلح کجاست جناب رئیس جمهور؟ اول ببینید، گفتمان صلح باعث گفتمان اصلی و عمومی مملکت امروز مطرح است یا نیست؟ 5 سال پیش گفتمان وجود نداشت. دوم، اولین صلح ما تشکیل حکومت وحدت ملی بود. اگر مجاهدین امی ظرفیت می داشتیم که مشکلات سیاسی را در زیر خیمه دولت بیارن، عوضی که به کوچا کش کنن، این فاجعه رخ نمید. بار اول در تاریخ افغانستان قدرت محور نبود، مصلحت ملی و آوردن صلح. دو، آقای حکمتیار هم راش صلح آمد، یعنی امروز کاندید ریاست جمهوری افغانستان است، امیر ما خواستار بودیم. یعنی اما با این حال 75,000 انسان کشته شده. در این ابعاد میایم. شما گفتین صلح در کجاست؟ خود 2 بود داشت. دومش تلفات ماست و قربانی های ماست. بار اول در 40 سال اوربند آمد، یعنی و نقشه رای ما که در کنفرانس جنیوا مطرح شد و قبل از اون مطرح شد، نقشه اساسی است. دوم، جنگ داخلی نیست، جنگ بالای افغانستان است، بالای موقعیت ماست. شبکه‌های عظیم فراملی توریستی و شبکه‌های جرمی میخواین یک افغانستان نارام وجود داشته باشه. در این محل هدف از اینا سقوط دولت افغانستان و یا تقسیم جغرافی مقدس ما به 2 جغرافی سیاسی. در این اهداف ما قربانی، برای از اینکه از این اهدافشون جلوگیری شه ما قربانی دادیم و هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اما مسئولیت از این قربانی ها به دوش طالبان، شبکه‌های توریستی و همکارای بین‌المللی شده است که البته مردم عام، یعنی ملکی ها، در حملات دولت افغانستان و هم پیمانان بین‌المللی شما هم کشته میشن. گزارش یونامایی رو واضح نشان میده. این تنها مسئولیت به دوش طالبان نیست. جنگ مسئولیت از کیست؟ جنگ ما دفاعی است یا جنگ ما تعرضی است؟ ما از خاک مقدس خود، از قانون اساسی خود، از ارزش‌های ملی خود دفاع میکنیم.
اینا چی دارن؟ کدام طرح مثبت بر افغانستان دارن؟ اینا خندر جرم ساخته بودن، اینا مکتب رفتن جرم ساخته بودن، شلاق و کیبل عام ساخته بودن. آیا گذشته برگشت به گذشته خواسته مردم افغانستان است یا ای که بتونیم در این حالت ضرور است این دیده شود؟ در 6 ماه اول حکومت اکثریت مبصرین فیصل تبصره نمیکردن که ما از 6 ماه زیادتر دوام کردن نمیتونیم، قوای امنیتی و دفاعی ما ظرفیت نداشتن. ما یک خلای را که از 100,000 عسکر به امریکایی و در حدود 550,000 قراردادیشون بود پر کردیم. در این حالت باید نشان داده شد و تثبیت شد که اتکا به خود ما از نگاه امنیتی روز به روز بهتر شده. اما قلب مرا تلفات ملکی و از شهید شدن هر سرباز ما و هر طفل ما چیز زیادتر نمیشکن. درست. وقتی که شما میگین که قرار بود، یعنی برنامه‌شان این بود که افغانستان حداقل به 2 قسمت تقسیم بکنن، شما اتهام تجزیه طلبی رو به طالبان میزنین، درست؟ یعنی طالبان طرفدار تجزیه هستن؟ چی؟ این بود که 2 قدرت بیایه تا از موقعیت قوی به ما یک صلح را سر ما تحمیل کنن که قابل برداشت نباشه. ما از جلوگیری کردیم. طالبان تجزیه طلب نیستند در شعار خود، مگر در حقیقت میخواستن 2 حکومت بیاین. پلانایشان بار نبود که 5 یا 6 ولایت افغانستان سقوط بدن. در او حالت اینا میتونستن از یک موقف به مراتب قوی تر که بگن در داخل افغانستان است. دلیلش چیست؟ نمیخواین سر پناهگاه خود اعتراف کنن، نمیخواین سر وابستگی های خود اعتراف کنن و ضرورت بسیار واضح است تا در پیمان صلح موضوع پناهگاه، موضوع ارتباطشون با پاکستان و قدرت های دیگر مورد بحث واضح و شفاف قرار نگیره، صلح نمیره. بسیار خوب. شما اشاره کردین به موافقتنامه دولت امریکا با طالبان قرار بود امضا شود که در آخرین لحظات نشد. شما موافقتنامه رو خواندین، درست؟ من موافقتنامه رو خواندم و موافقتنامه هیچ وقت امرای ما در اختیار ما قرار نگرفت که امرای دیگه. رئیس جمهور سابق آقای حامد کرزی فقط 2-3 روز پیش گفتن که این نشان ضعف دولت آقای اشرف غنی است که امریکا حاضر نیست موافقتنامه را به شما بسپاره، یعنی شما را به عنوان دولت نمیشناسه. نه، به ما واضح به صورت دولت میشناسه. اگر نمیشناختن پروسه 2 چیز بود. یک، موافقتنامه به ما و به صورت واضح به این نتیجه رسیدیم که ضرورت موافقتنامه نو نیست. به سر یک اعلام مشترک به نتیجه رسیده بودیم که تمام پیمانهای موجوده حاکم است، دوامدار است، قانونی است. به شمول بیسه مطلق بیسه و پیسه و دولت افغانستان دولت مشروع افغانستان است. اگر جناب کرزی صاحب فکر میکنن که دولت افغانستان مشروعیت خود حفظ کرده نتونه، فکر دوباره کنن. ما برای آزاد مردم افغانستان آمدیم و برای آزاد مردم افغانستان دوباره انشاءالله تعالی خواهد آمد. بحث مذاکره با طالبان او بخشایی بود. طور مثال گفتن زندانیای طالبان رها کنیم، مگفت نمیکنیم. قطعا از صلاحیت امریکا نیست و جزء بحث شد. فهرست 5 یا 10 هزار نفری به شما داده شد؟ فهرست نه، رد کردیم. به شما فهرست آمد؟ نه خیر، قطعا عدد ذکر شد، ما عدد ذکر کردیم که او عدد چند رد بود؟ کردیم. 5,000 5,000 5,000 بود. ما عدد رد کردیم از خاطر که جز صلاحیت های حاکمیت ملی افغانستان است. این به امریکا ارتباط نبود. آزاردهنده ترین ماده موافقتنامه امریکا با طالبان برای شما چی بود؟ برآمدن قوا به اساس درخواست از اونا، نه به اساس شریکشان که ماستیم. ما برآمدن خروج قوای امریکا به اساس یک تقسیم اوقات واضح هیچ مشکل نداره. در ماه جنوری سال گذشته ما برای رئیس جمهور ترامپ نامه روان کردم، به صورت واضح گفتم که اگر ایجاب میکنه از نگاه منافع ملی از اینا که تقلیل شوند یا برن،
این مطلق دولت افغانستان آمادگی زیر داره و ما آمادگی زیر داریم. ضرورت واضحی است که منافع مشترک سنجیده شد و اون منافع مشترک بود که بالاخره سنجیده شد و رئیس جمهور ترامپ تصمیم خود گرفت. اما ما خواهان صلح هستیم و ابعاد جنگ باید به صورت واضح تعریف شود. مسئله بنیادی بود که در او متن ذکر از مناسبات طالبان با پاکستان موجود نبود و بدون ازی هر موافقه که شود واقعی نمی باشه. پناهگاه ها تا مورد بحث قرار نگیره. نوع مناسبات دولت افغانستان با امریکا و جامعه بین المللی قانونی، شفاف، تایید شده از طرف لویجرگی افغانستان، از طرف پارلمان افغانستان. مناسبات طالبان با پاکستان چیست؟ چی نوع تعهد مخفی داره؟ تمام از این مناسبات مخفی است. با شبکه‌های تروریستی چی نوع تعهد داره؟ این باید در روز روشنبه و ملت افغانستان باید سر از این تصمیم بگیره. بسیار خوب. حال دیده میشه که آقای خلیلزاد دوباره به صحنه صلح افغانستان داره برمیگرده. شما ملاقاتشان با آقای عمران خان وزیر خارجه چین و بعض مقام‌های دیگه حتما در جریان هستین. چه احساس دارین با برگشت آقای خلیلزاد؟ موافق هستین شما؟ امریکا هر شخصی را که باعث نماینده خاص خود تعیین کنه ما امرش کار میکنه. آقای خلیلزاد نماینده خاص امریکاست. اونا از منافع امریکا نمایندگی میکنن، ما از منافع افغانستان. این یک بحث اصولی و منطقی است. اما در شکست مذاکرات و انتقادهایی که شما دارین بالای از موافقت نامه، نقش آقای خلیلزاد چی بوده؟ نقش از روی تاریخ تعیین کنه. شما چی میگین؟ ما دیدیم مناسبات ما امرای تمام مردم به اساس منافع ملی ما تامین میشه، نه به اساس روابط شخصی. ما منافع محور هستیم. نقش آقای خلیلزاده میگذاریم بر منتقدین. بعضی ها حتی رسانه های بین المللی هم گفتن که مناسبات شخصی شما با آقای خلیلزاد یک از دلایل برهم خوردن بحث صلح است، چون در گذشته ها مناسبات گاهی پرتنش داشتین شما. این مطلق افتضاح است. ما آقای خلیلزاد بر 53 سال میشناسم. از روزی که امریکا رفتیم، باز 5 سال در پوانتون امریکایی بیروت بودیم، باز در نیویورک و جاهای دیگه در مراحل مختلف تاریخ با هم. ما مناسبات پرتنش نداریم. و دوم، ای آوازی که در یکی از روزنامه ها برآمده بود که بین ما آواز ما بلند شده، ما مناسبات افغانستان به اون شکل داره نمی‌کنیم. ما کل دلایل ما منطقی، مستدلل و از روز اولی که آقای خلیلزاد آمد برشون گفته بودیم که هم فرصت ها چیست، هم خطرات چیست و دوباره خطرات باید مدیریت شود به صورت اساسی و شفافیت باید وجود داشته باشه. بسیار خوب. حال برای پیروزی پروسه صلح، اگر پروسه صلح دوباره آغاز شود، به نظر شما شرط‌های اصلی چیست و شرط‌های اصلی افغانستان چیست؟ پیش شرط ایبار داریم. چی است؟ آتش بس. بدون آتش بس ما پیش نمیریم. یک نهادی که به ترور روزانه مراجعه میکنه دیگه قابل مذاکره نیست. اگر امریکا پیش رفت مذاکره کنه، پیش رفت دل امریکاست و تاثیرش بالا افغانستان چی خواهد بود؟ واکنش شما چیست؟ واکنش ما است که مناسبات ما با امریکا احساساتی نیست، به اساس منافع مشترک است. از برکت فداکاری‌های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان و مردم افغانستان امریکا مسئول است. ما در مسئولیت امریکا نقش کلان داشتیم. دوم، ما سر پای خود در حال سر پای خود ایستاده شدن است. تروریسم پدیده‌ای است که امریکا را به صورت اساسی تهدید میکنه. طالب جزء یک پروسه وسیع‌تر است. دلیلی که طالب مهم است از خاطر عزیز که بستر محلی را طالب فراهم کرده بر از شبکه. بدون نقش فعال دولت افغانستان که آقای خلیلزاده همیشه به احسان کرده، مذاکرات صلح به صورت اساسی انجام نمیشه. و دوم، صلح تنها وظیفه دولت نیست. آماده ساختن شرایط صلح، ماحول صلح وظیفه دولت است. تصویب صلح وظیفه ملت است. نهادهای قانونی داریم، پارلمان افغانستان، لویجرگی افغانستان یا مراجعه با آرای مردم افغانستان. این مسئله
مرگ و زندگی است برم. مسئله نسل های آینده ماست. دقت میخوایم و ما این مدیریت داریم و ظرفیت داریم که مدیریت کنیم. یکی از سوال هایی که مردم افغانستان دارن و رسانه ها بار بار پرسیدن است که شما چرا جزئیات موافقت نامه صلح با مردم شریک درخواست کردم. جزء درخواست واضح ایالات متحده آمریکایی بود که جزئیات شریک نشه، از جهتی که جزئیات این مردم افغانستان حق ندارن بفهمن که چیست؟ عرض من بشنوید. چیزی که به مردم ما تعلق داشت و با منافع ما تعلق داشت، بار بار مردم شیشتن همراه دکتر صاحب خلیلزاده واضح کردیم موقف خوده. جزئیات مذاکره موافقه نشده بود. اگه هر بار خب دکتر خلیلزاده گفته بود که ما در پرنسیپ به موافقه رسیدیم. در پرنسیپ ما قبول نکردیم. یعنی از دیدن نام امارت اسلامی طالبان روی موافقت نامه شما چی احساس داشتید؟ پالوش نوشته شده بود که مورد قبولی جهان مورد شناخته شدن جهان نیست، اما امارت خط سرخ است. نه یک لحظه اجازه بدید. امارت خط سرخ است بر ما. این وظیفه ماست که امارت رد کنیم و ما امارت رد میکنیم. این که آقای خلیلزاده چه قینتاف داره او کار آقای خلیلزاده است، اما ملت افغانستان با کلمه امارت موافقه نمیکنه و پس نمیگرده. حقوق بنیادی شهروندای خود قابل معامله نمیدونه. خب بیایم به بخش دوم از وعده های شما. روی صلح صحبت کردیم و شما گفته بودین که با فساد و زورگویی مبارزه میکنین. یک از وعده های اصلیتان بود و 5 سال شما فرصت داشتین. نتیجه کارتون چیست؟ نتیجه کار ما دو چیز. یک، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به صورت بنیادی اصلاح شد. امروز یک محکمه قابل اعتبار داریم. امروز یک لوی څارنوالی قابل اعتبار داریم. در قسمت نهادهای دیگه کانکور که یکی از مراجع فساد اصلاح شد، از کابل بانک صدها میلیون دلار پس گرفته شد. زمینای غصبی زیاده از 400,000 جریب زمین غصبی پس به دست آمده شده. مفسدین بر رتبه دگر جنرال معین و اینا محاکمه شده. مرکز عدلی و قضایی با قاطعیت تمام در یک قسمت موارد فیصله کرده. یک بخش است. قسمت دوم است که یک بنیاد حقوقی بسیار واضح بر مبارزه با ضد فساد آمد. 400 قانون مقرره لایحه در این دوران پاس شد. تنها مثال کد جزا را ببینید، یا قانون شاروالی را ببینید، یا قانون معادن را ببینید. یک پایگاه اساسی، قانون اساسی ما به صورت واضح امر کرده بود که ماده‌ای خاص به اساس قانون باید تنظیم شد. تمام از اینا به یک پروگرام منسجم قانونگذاری بود. بسیار خوب. حالا وارد جزئیات از اینا میشه. مثلا مسئله کابل بانک. رقیب سیاسی شما آقای عبدالله هم گفتند که اگر آقای خلیل فیروزی بیگناه بود چرا زندانی بود و اگر گناهکار است چرا رها شده امروز؟ و این را پیوند میتن به مباحث انتخاباتی شما و استفاده مالی از آقای خلیل فیروزی. آقای عبدالله بود که درخواست رهایی فیروزی را کرد. قسم بتنش، سر اخلاقش هم قسم بتنشه، سر از یام قسم بتنشه. هر افتضاح آمد 10 بار پیش من که مردم که میبره. آقای فیروزی تحقیق شد از طرف یک کمیسیون دکترا، از دکتر صاحب نوابی رئیس شفاخانه امنیت ملی پرسان کنید. ماهاد امنیت ملی بود یا نه؟ از کمیسیون کابل بانک پرسان کنید. درست، اما قبل از رهاییشان از ماها از 1 2 ماه 3 ماه به این طرف رها نشده. نقطه اساسی رو جناب میدیس ببینید، رها نشده. درخواستای واضح آمد که اگر میخواین که زیاده از 100 میلیون دلاری که باقی مانده بتونه به دولت تسلیم شوه، باید بتونه که بررسی کنه. عین سهولت به فرنود شما فراهم نکردین. فرنود مرد. فرنود درخواست نکرد. به امرای فرنود بار و دلیلی که برای فیروزی سهولت پیدا شد یک حکم من نیست، همه از طرف لوی څارنوالی افغانستان ترتیب شده. مدام یک قضیه را برای نشان بدین که ما در یک قضیه عدلی و قضایی مداخله کرده باشیم. آقای فیروزی در صفحه فیسبوکشان
رسما از شما و از معاون اولتان آقای صالح حمایت میکنه؟ حمایت اصلا چطور ممکن است که ارتباط داده نشود میان کمپاین شما؟ جناب مهدی اگر من از آقای فیروزی درخواست حمایت کرده باشم من مسئولم. اگر کسی حمایت میکنه در صفحه خود او کار آزادی شخصیش است، اما هیچ نوع معامله صورت نگرفته و یک کمیسیون مستقله تمام جامعه مدنی تشکیل بده بررسی کنه. اگه ادعا میشه مشکل دکتر سب عبدالله است که اول زبان خود خلاص میکنه باز فکر میکنه. خب جناب رئیس جمهور، تنهایی مورد نیست که در مورد کمپاین شما و دولت شما گفته میشه ارتباطش با فساد. دولت امریکا نزدیکترین همپیمانتان به اتهام فساد با کمیسیونی که خودتان رهبریش میکنین تدارکات ملی 160 میلیون دلار پس گرفتن. چی پاسخ دارین؟ 160 میلیون دلار از خاطر فساد پس نگرفتن، از خاطر بیکفاتی شرکت برشنا پس گرفتن و همچنان تدارکات ملی قطعا گرفتن. نه، تدارکات ملی اول اعلام میره که سفیر داده بود پس گرفت، از خاطر که زیاده از 150,000 تن مواد موجود بود. اداره برشنا خبر نداشت. اعلامی تدارکات ببینین، در تدارکات کدام مشکل فساد نبوده، بالعکس اینا میخواستن از منبع واحد خریداری کنن و اینا را گفته بودن که بعد از 3 جای حداقل آفر بگیرید. اون نقطه را به صورت واضح منظور شما تیل است بر برق کابل. اما اعلامی وزارت خارجه امریکا چی؟ اعلامی وزارت خارجه امریکا پس تغییر کرد از خاطر که سفیر در نقطه اول اعلام کرد هر کسی که بخواد تدارکات افغانستان بررسی کنه یا اتهامات دکتر سب عبدالله یا انجینیر سب نبیل بررسی کنه، ما میخوایم که یک محکمه خاص ایجاد شود و اگه اینا ادعایش کمپانی باشه باز قبول کنن که محاکمه شون و به حبس برن. آقای عبدالله و نبیل هردوش از پیشان دعوت میکنم که اگه ادعا دارین و سند دارین برین به محکمه عدل. از هر نوع تحقیقات ما آماده هستیم. بسیار خوب. اینا چون شهروند افغانستان هستن احتمال از اینکه محاکمه شو اینا وجود داره. اما وزارت خارجه امریکا رو چی؟ وزارت خارجه امریکا براتون گفتم که پس ببینین که موقفشون چیست و تدارکات هر کس میخواد بررسی کنه به صورت آزاد. ما حاضر هستیم از جامعه مدنی، از نهاد بین‌المللی، از هر نهادی که باشن تدارکات بررسی. 100 میلیون دلار یکی و 60 میلیون دیگه، 160 میلیون دلار از جیب مردمی که نان خوردن خود ندارن. اول نقطه اول است که از جیب مردم افغانستان از هر دلار امریکایی از 10 سنت زیادتر بر مردم افغانستان نمیاد. یکی از بی‌کفایت ترین نهادهای کمک کننده است. دولت امریکا USAID قطعا در 5 سال بر من یک گزارش نداده. اینا یک نهاد موازی هستند. هر کدام از اینا به یک نهاد افغانستان یک موافقت نامه جداگانه دارن، تابع مقررات ما نیستن. ما اینجا درخواست میکنم و بار بار از رئیس جمهور ترامپ هم درخواست کردیم که یک کمیسیون بی‌طرف کانگرس امریکا و نهادهای مدنی جامعه امریکا بیای مسئولیت از کمک‌ها را زیر نظر بگیره. خب من چند مورد دیگه اتهام فساد و مبارزه با فساد حکومت شما را یادآوری میکنم. امیدوار هستم که ببینین نزدیکترین مشاورین شما مثل آقای دکتر فضلی از طرف همراه انتخاباتیتان آقای امرالله صالح متهم به فساد، سوء استفاده و دسترازی در انتخابات پارلمانی شدن و امروز آقای صالح با شما هستند. چطور جرمه؟ فضای انتخاباتی هرچی بوده، اگر من بازم حرف ما تکرار میگم، هر اتهامی که باشه ما حاضر هستم به بررسی عادلانه، بی‌طرفانه و در چارچوب از او به اقدامات. اما فضای اتهام لطفاً بفهمین که اگر چپ و راست برین، دکتر سب عبدالله در تمام جلسات خودش شیشته پسان اعتراض میکنه. امرالله صالح چی؟ امرالله صالح موقف خود تغییر داده. امروز نزدیکترین دوست آقای فضلی است. بسیار. کدام یک از این دو حرف میتونه درست باشه؟ آیا در مورد آقای امرالله صالح مثل آقای نبیل و دکتر عبدالله میگین که به محکمه برن زندان شوند؟ عرض میسته هر چیزی را که ضرورت به تحقیقات بی‌طرفانه داشته باشه ما باعث یک اصل قبول میکنیم. خب در مورد زورگویی و مبارزه با زورگویان، وقتی که وزیر کابینه شما در داخل ارگ در روز جمعه پس از نماز مثلا مورد به احترامی قرار میگیره و حتی ادعا میشه که لطوکوب میشه از طرف یک از حامیان انتخاباتی شما، عدالت کجاست؟ عدالت زیر
کلشان لویتارن ولی تحقیقات داره، مدرسه زیر تحقیقات است به اساس حکوم و تحقیقات اجرا میشه. من هر به احترام میره که صورت بگیره از نگاه قانونی امراش برخورد میکنم و از لویتارن ولی میپرسم کنه صلاحیت کامل برشان داده شده با وزارت معارف صلاحیت. وقتی که وزیر کابینه در داخل ارگ مثلا با به احترامی یا لطوکوب یک از حامیان رئیس جمهور روبرو میشه، مردم از عدالت چی انتظار داشته باشن جناب رئیس جمهور؟ مردم توقع روند عدالت داشته باشن که تحقیقات تکمیل شه و فیصله عادلانه صورت بگیره. بسیار خوب. یعنی ما قبول نکردیم چی را؟ زورگویی را، زبان تهدید یا زبان تصادم. مثلا واکنش محافظین شما PPS وقتی که وزیر با توهین روبرو شد چی بوده؟ محافظین اینا رو جدا کردن، اونا رو بدرقه کردن و بعد از اجازه برشان دادن شده که درگیر ریاست جمهوری بید. خب یکی از زورگویان دیگه آقای رئیس جمهور، آقای علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات، به جرم زورگویی و بیرون کردن مجرمین از داخل دفتر پلیس به زندان محکوم شده بودند. امروز یار انتخاباتی شما هستند. انتخابات یک پروسس که مردم آزادانه تصمیم میگیره، اما هیچ دلیلی که بر ما وجود داشته باشه که یک کسی که در انتخابات ما همراه است فوق قانون باشه وجود نداره و ما قطعا در هرات در کنار شما ایستاده بودند. در انتخابات تیم دکتر سب عبدالله کی تشکیل شد؟ کسایی را که ما رد کردیم. به یک وضاحت ببینید، فضای انتخاباتی یک فضایی است که مردم رد کردن نمیتون. اما اگر ما از قانون عدول کنیم مسئول. نه، وقتی که شما شعار اصلیتان است که با زورگویان معامله نمی‌کنیم، اما یک زورگو در کنار شما در هرات استاد از جناب در هرات استاد میشن، در دوران انتخابات مردم میاین آرزوهای از من اگر کدام معامله پشت سرم را از این زورگوی شده باشه و کدام سند باشه دلیل باشه. حضورشان سند نیست؟ حضور سند نیست که از خاطری که در بین هزارها نفر صدها نفر که مردم میاین بعد آیا کس رد کرده میتونین به دلیل اگر به اساس پرنسیپ اگر برخورد شود؟ به اساس پرنسیپ است که فردی که میاد انتخابات بدون از اینکه قید و شرط داشته باشه رد نشه. اگر قید و شرط باشه معامله مخفی وجود داشته باشه حتی اگر از طرف محکمه متهم محکوم به زندان شده باشه به خاطر شعاری که شما میتین که ضد زورگویی. در نقطه کلیدی رو ببینید، آیا محکمه از موقف انتخابیش دورش کرده؟ کسای دیگه که در اطراف تیمای دیگه هستن مثلا آقای دوستم که در کنار آقای دکتر عبدالله است در انتخابات گذشته در کنار شما بود با وجود که شما او را قاتل مشهور خوانده بودید. نه، مگر آیا اعلامیه نداد؟ به صورت واضح تنها فرد نبود که از گذشته معذرت خواست از خاطر از اینکه در پارلمان بود و روزی که متهم شد آیا مراحل قانونی سش تطبیق نشد؟ کدام منظورتان قضیه آقایش چیست؟ قضیه آقایش چیست؟ تا هنوز نتیجه نداد. نتیجه در محکمه است، اما موقف مرا به صورت اصولی دیدین که یک موضوع عدلی قضایی است، ما معامله سیاسی نکردیم سرش. جناب رئیس جمهور ببینید، مطابق پروسیجرهای حقوقی افغانستان یک قضیه جرمی ظرف 9 ماه باید فیصله شود. چند سال میشه از قضیه آقای دوستم؟ در دوران جناب کرزی از 10 سال زیادتر نگرفت قضای فیصله شد. نقطه که فیصله است مربوط است به نهادهای عدلی قضایی. پرسان کنین از قاضی قضات صاحب از لویتار روان صاحب. ما مداخله نکردیم در یک قضیه. فیصله از این نهادهاست، استقلال عدلی و قضایی مانعش نیست. اگر بر ما کدام فیصله را آورده باشن که تطبیق کو و ما تطبیق نکرده باشیم مشکل از ماست. نظام دیکتاتوری نیست، نظام پادشاهی نیست که مسئول هر قضیه عدلی و قضایی رئیس جمهور افغانستان باشه. اگر قانون اساسی افغانستان همه مطالعه کنن یک تفکیک قوا وجود داره، ما این تفکیک قوا را احترام گذاشتیم. بریم به مباحث اقتصادی. یک از وعده های اصلی شما این بود که در دسترخوان مردم تغییر برین و شاید 5 سال پیش یک تعدادی که به شما رای دادن به دلیل برنامه های اقتصادی شما بوده باشه. اما چه تغییری در زندگی مردم آمده؟ افغانستان
عاید سرانیش حداقل $100 کمتر شده. لمړی دې ته وګوره، زه چې راغلم دولت خزانه تشه وه که نه، عواید هم 90% ډېر سوي دي په دې 15 کالو کې که نه، لارې م تړلې وې که نه، که بولدک و تورخم تړل سوي وای، چغې م آسمان ته جګېدې که نه، لارې م خلاص سوې که نه، موقعیت هم بدل سو که نه. یوازې جلغوزي ته وګورئ، د جلغوزي قیمت 18 چنده ډېر سوی، څو اونۍ مخکې 10,000 ټنه یوازې چین ته صادرات درلودل که نه. په اساسي توګه یو بدلون راغلی چې موږ ځان باندې اتکا کوو. او اصل څه ده؟ د افغانستان منابع مدیریت لاندې راغلي، ولس په دې خبر سوی چې منابع لري. مخکې له ما نه د اوبو بحث په افغانستان کې و. آیا بحث آب بود؟ بحث آبروی ما امروز 10 بند زیر کار است یا نه؟ و مدیریت آبهای ما به سرعت تمام در حال تغییر است یا نه؟ موقعیت ما به صورت اساسی بدل شده یا نه؟ برق تنها 5 ولایت افغانستان است که بهش برق نرسیده و در ظرف 2 سال آینده انشاءالله اگه ما پیروز شویم برق به تمام ولایت افغانستان. خب شما گفته بودین که اگه شما پیروز شوین برق صادر میکنین، اما خود در حال صادر کنیم. سعی کنین دشت الوان در حال بزرگترین است، هیچ بند برق آبی از 5 سال کمتر تکمیل نمیشه. اما افغانستان در حال بدل شدن است، تپی در مراحل آخر است. رسید پروژه‌ای که در هوا بود در زمین محسوس شده، یعنی تنها قرارداد آخر ما در ماه گذشته همراه ازبکستان سر 1000 مگاوات برق است که با قیمت 5 سنت بر 10 سال میده. این موازی به 5 بند بزرگ است. المند کجکی دوم تنها 100 مگاوات، یعنی 10 موازی کجکی در حال ایجاد است. درست. اما پروژه‌ای مثلا راه لاجورد درست افتتاح شد، تنها 1 بار صادرات داشتیم. 1 بار صادرات، یعنی تبلیغ بر از این پروژه ها زیاد صورت گرفته، کار عملی که روی دسترخوان مردم تغییر بیاره چیست؟ دسترخوان مردم تنها از یک باغدار هرات پرسان کنید که در روز دیقان گفتید، گفت پیش از این من تنها 30% انگورم به دردم میخورد که فروختم میتونستم، 30% دیگهش حیوانات میدادم و 30% دیگهش ضایعات میدادم. اما در کنار هرات در فرا مثلا ما دیدیم که میوه ها همه فاسد شد از بین اما فساد در ظرف 1 هفته قوای امنیتی و دفاعی افغانستان خریداری نکردن. بعد از او هم ما شاهد ازی بودیم که جناب محترم شما خود متخصص هستید، عرضه و تقاضا عیار شدن کار داره. من گفته بودم مردم فرار تربوز بکارین، یا از خاطر از 1 سال گذشته چون آب کم بود تربوزشان بسیار قیمت رفته بود. عیار شدن مارکت به صورت اساسی در افغانستان در حال ایجاد است و در ایجاد از این نقش دولتی بود. من گفتین بازار پیدا کن، بازار برتان پیدا شد. امروز روزانه 3 تن تنها از رای امارات به امارات صادر میشه. نام پیداوار افغانستان نام پیدا کرد. تبلیغات کی کرده؟ تبلیغات مردم میکن. مردم تغییر میبینن. عیار شدن به یک مارکت قابل استفاده که کل پیداوار افغانستان یکی بعد دیگه بیاین در حال عیار شدن است. اما این قنداره ببینید امروز یک سرمایه گذاری بزرگ سر پروسس میوه صورت گرفته. قسمت زیاد صادرات ما صادراتی بود که 150 سال پیش هم صادر میکردیم. در نوع کیفیت صادرات تا مردم خودشان و سکتور خصوصی داخل نشه، این تغییر از طرف دولت تنها آمدن نمیکنه. بعضی پروژه های دیگه ما شاهد ازی بودیم که چند بار افتتاح شدن و اتهامی که بالای شما و حکومت شما وجود داره از طرف مخالفینتان و منتقدینتان است که کار تبلیغاتی است. مثلا کمپلکس کابل 2 بار افتتاح شد، مثلا شفاخانه جلال آباد 2 بار افتتاح کردین. چرا 2 بار کجا افتتاح کردین؟ چرا اتهام میگذارید؟ 1 بار از طرف وزارت صحت عامه افتتاح شد
خب مردم یک بار شما رفتین؟ اما ما که رفتم به سرعت تمام آیا کار جریان داره یا نه؟ ببینید که چند فیصد پیشرفت کرده. شفاخانه وزارت صحت آمد 5 سال 10 سال تکمیل شده بودن. وزارت به اندازه بی‌کفایت بود که تشکیل نداده بود. فاریاب یک مثال شد. تا من نرفتم یک شفاخانه تکمیل شده را تشکیل نداده بود. یک ولایت 1 میلیونی. مدیریت هر دو طرف قضیه را انداخته نمیدونه. اگر من پرسان نکنم کار پیش نمیره. اگر من پرسان کنم بازی درست. اما جناب رئیس جمهور، وظیفه یک رئیس جمهور شما بهتر میدانید. شاید این باشه که یک دستگاه و یک اداره کارآمد. وقتی که شما هر چیز خودتان شفاخانه را باید برین خودتان افتتاح بکنید، تخریب بکنید، به این معنی است که اداره وجود نداره. سر سوال کلیدی آمدین جناب مهدی صاحب، سر سوال کلیدی آمدین. اداره‌ای که به ما به میراث رسیده بود اداره نبود، یک دستگاه اختطاف شده بود. و وزارتایی که جناب دکتر صاحب عبدالله از پیشون دفاع میکردن وزارتایی بودن که حساب دین نبودن. یکی از وزرای برق تمام مصارف را که به تدارکات نمی‌آمد تنها در 2 ولایت افغانستان مصرف کرد و ماها جناب دکتر صاحب از اینا دفاع میکرد. کدام ولایت بودن؟ ولایت رو باید خودتان چی کنین خوب نیست که دلیل تفرقش، اما 2 ولایت بود. این دستگاه ملی است. کار رئیس جمهوری بود که تدارکات مدیریت کنه که پول داده شد. سرکای افغانستان مرکزی 400 میلیون دلار پول دادیم. گفتیم 85% رای به جناب دکتر صاحب بوده 15. ما باعث تعهد ملی سر افغانستان مرکزی سرمایه‌گذاری کردیم. مدیریت روزانه از این با مشکل دچار شد. بازم مجبور شدیم 3-4 جلسه تا 5 جلسه بگیریم که حرکت بدیم. مشکل مطلقاً چیزی است که شما میگید. تا امروز دستگاه اجرایی حکومت باید به صورت اساسی اصلاح شود که کار رئیس جمهور پالیسی سازی باشه. من فقط یک سوال دیگه در زمین اقتصاد دارم، بعد میریم به طرف انتخابات برمیگردیم چون وقت برنامه خیلی کم مانده. شما دولت خودتان اعلان کرد که 57% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن با تاسف. درست؟ از طرف دیگه در این روزا یک سندی که در رسانه ها برآمد و امضای شما پایش است که یک مشاور وزارت تجارت افغانستان با 41,000 دلار امریکایی بیش از معاش رئیس جمهور امریکا خدمت کرده به دولت افغانستان. فکر میکنین عادلانه است؟ من وقتی که مشوره میدادم میفهمید ما هیچ وقت از افغانستان معاش نگرفتیم. 100,000 200,000 دلار از خاطر یک مشوره بر ما پرداخته شد برای یک هفته. این آدم کی بود؟ متخصص تجارت بین‌المللی، کتاب واضح سر تجارت بین‌المللی داشت. افغانستان شامل شدنش در WTO یا سازمان مشاورت بین‌المللی از عمده‌ترین کارهای ما بود. نتایج ازی باید به صورت اساسی مدیریت میشد. وزارت تجارت ظرفیت نبود. وقتی که آدم بر مدت محدود آمد مشوره داد، وقتی که دیدیم ضرورت مشورهش خلاص شده به انجام رسید. چی مدت؟ چند ماه بوده. مدت مشخصش بدون نیست. 41,000 با 41,000 دلار در ماه. چند نفر دیگر در دولت شما با 41,000 دلار در ماه؟ ما کس دیگر ارقام از وزارت مالیه و اینا بگیرید غیر از این به امضای من فکر نکنید. بالاتر از این کس دیگه وجود داره؟ نخیر. آقای رئیس جمهور، بعضی سوال‌های در مورد انتخابات دارم که شاید پاسخ‌های شما در تاریخ ثبت شود. اول ای که پیش‌بینیتان چیست؟ چند درصد رای میگیرید؟ پیش‌بینی میسته که پیروزی در دور اول نصیب ما میشه ان شاء الله تعالی فیصدی بعد مردم بگن. بین سند دور اول پیروز میشین؟ ما باورمند هستم، اما فیصله در دست من نیست، دست ملت بزرگ افغانستان است. اگر رقیبتان نپذیره چی میکنین؟ رقیب ما نپذیرفتن رقیب باید به اسناد قانونی استناد داشته باشه، نه به پذیرش سلیقه شخصی. مثل سال 2014 که اسناد فراوان در مورد تقلب وجود داشت. ما هر رای حساب خواستم 100%. تقلب تثبیت نشد، از خاطر مصلحت ملی ما حکومت وحدت ملی را تشکیل کردم، نه از خاطر تقلب. این ادعا طرف مقابلم میکنه. تقلب چی بود؟ ببینید ما درخواست کردم کدام کسی که انتخابات بار 3 بار را آرای حساب شد و درخواست از ما بود آقای که در مقابل در حضور آقای کری که هر رای حساب شد.
اگر آیا حساب نمیشد خیال میکردین که دکتر صاحب عبدالله قبول میکرد که رئیس جمهور شد؟ خب اگر باز این سناریو تکرار شود و دکتر عبدالله نپذیره، اگر شما دو نفر مثلا شما و دکتر عبدالله بیشترین رأی گرفته باشین، چی میکنین؟ یک رأی افغانستان یک رئیس جمهور داشته میباشه، نه دو. حکومت وحدت ملی دیگه قابل قبول به هر قیمته؟ قابل قبول نیست. یعنی حتی اگر احتمال جنگ داخلی وجود جنگ داخلی وجود نداره. نهادهای امنیتی و دفاعی ما کاملا بی‌طرف هستند، پاسبان قانون هستند. او خطرات و تهدیداتی که در وقت وجود داشت وجود نداره. احتمال آمدن مثلا آقای پامپیو به شکل آقای کری آمد میان شما میانجیگری کرد چقدر است؟ میانجیگری ضرور نیست. ضرور نیست؟ نه خیر. اگر باز تکرار میکنم گفتم تان برتون جواب 6 بار تکرار کنین بازم این جواب میگیریم. خب اگر آقای عبدالله نپذیره، شما چی گزینه‌ای در اختیار دارین؟ ما قانونیت اختیار. استفاده از قوای مسلح؟ نه. چی؟ آرای مردم. از مردم از رای خود دفاع میکنه. اگر نتیجه قوای مسلح هیچ قابل بحث نیست. مردم افغانستان قابل بحث هستند، رای شفاف و آزاد خود از پیش دفاع میکنه. اگر نتیجه انتخابات طوری باشه که آقای عبدالله برنده باشه، بپذیرین؟ اگه برنده باشه معلوم داره. عین موقف آقای عبدالله رو شما نمیگیرین که تقلب شده به نفع آقای عبدالله؟ تقلب باید تثبیت شد. من آدم ادعای بیجان نیستم. که تقلب صورت گرفته باشه، ما تقلب مراجع قانونی داریم، کمیسیون شکایت داریم، راههای واضح داریم. تقلب باید تثبیت شد، نه به اساس ادعا. پریروز سفارت امریکا یک اعلامیه نشر کرده بود و گفته بود که از ادعای تقلب، زورگویی و نبودن فرصت مساوی به تمام کاندیداها به سطوح آمده. مخاطب شما هستید. به سطوح از چی آمده؟ ما کدام امکانات دولتی را استفاده کردیم؟ هر جایی که رفتیم مثلا شما در پروان در داخل قطعه تعلیم و تربیه پلیس کمپاین برگزار کردید. سر از اون شهید دادیم. آیا از قطعه نظامی کدام استفاده کرده بودیم یا مسئولیت مردم از محدودیش استفاده کردید؟ از محدودیت به اساس از سرک 6 بار به کمیسیون شکایت رفتیم، از محدودیت هرگ استفاده نکردیم. کدام رئیس جمهور برحال؟ جناب کرزی صاحب روزانه از ارگ استفاده میکنه. ما از ارگ استفاده کردیم. شما هم سرک ارگ تبدیل به محل کمپاین خود ساختید. به اساس اجازه کمیسیون شکایت گرفتیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی به رادیو آزادی گفت که ما اجازه ندادیم. دادن اجازه کنید از پیشان پرسان کنید. از همکارا پرسان کنید. اجازه صحیح 5 بار پیشان رفت. امنیت مردم مطرح است یا نه؟ چنان که دلخواه میخواین بشکنن در هر چیز. 10,000 هموطن ما سر از این معامله شد. مسئولیت اگه خدای ناکرده امام خون می بود، کی مسئولیتش میگرفت؟ که امام خون شد در پروان. برتان میگم اما بیش از 30 نفر کشته. اما اگر میگم 100 نفر احتمال کشتنش بود یا نبود. از این محوطه غیر از اینکه بریم از کدام تأسیسات استفاده کردیم، از نان استفاده کردیم، از او استفاده کردیم، از چی استفاده کردیم؟ خب استفاده از تأسیسات پلیس مخالف فرمان خودتان بود که گفتین که نباید نهادهای نظامی دخیل شوند در این مسائل. مردم پروانی را ترتیب کرده بودن، کدام مشوره خاص به مسئولیت نگرفته و اگر دیجم کمیسیون شکایت سر ما فیصله کنه که از خاطر از جریمه بدیم، حاضر است به صورت واضح. اما جریمه جان افراد خود داده نمیشه. جناب محترم، من برتان میگم که امنیت مردم ما اساسی بود. از خاطر امنیت مسئولین پروان فیصله کردن که همین جایی باشه. مرا گفتن بیام، ما آمدم. با وجود از اینکه در این ساحه بود شما محکم گرفتین که این سوء استفاده است، در حالی که مسئولیت جان مردم افغانستان باید مهم باشه. چی میخواین؟ جان هر افغان مهم است یا اینکه یک تأسیسات یک ساحه فیزیکی که مسئول بود در یک جلسه گرفتش؟ اگر از پلیس به نفع کاندید استفاده شده باشه جرم است. آیا پلیس در داخل بوده؟ قماندان امنیه حضور داشته؟ چی بوده؟ خب مردم بودن، مردم آمدن. آیا مردم مجبور شدن؟ حفاظت مردم وظیفه کلیدی ماست تا بتانند در پروسه انتخابات به صورت شفاف اشتراک کنند.
بسیار تشکر جناب رئیس جمهور. تشکر جناب میدیس. رادیو آزادی وقت دادین. خواهش ممنونتان. می‌کنم. سلامت بخیر باشید. باشید.